دوستان عزیز من ما در نمی کرام تند اومدیم زیبایی رو بینید در این جای ها رو بینید که چطور بهترین است. رفتیم دوام میدیم سیر و سیاحت رو. اینجا رو بینید رنگ بیشتر در روی زمین. این زیبایی رو بینید این چیزها رو بینید. یک چیزهای عجایبی هست در اینجا که ما اینجا رو تصمیم گرفتیم در اینجا ما نمور میکنیم. این جای تاریخی رو بینید، این ارکیتکتور، این طرز ارکیتکتوری، طرز سیمای فرهنگی، طرز صنعت روسی رو در اینجا نشان دادیم که با جهانیان این جای‌ها رو بینید که چطور جای‌های تاریخی و زیبایی رفتی هستند. در انمی هر یک انمی جایی که بیسیت که میگن یا جایی که انمو انسان ها می نشینن در اونجا صحبت میرن فراغت میکنن دم میگیرن در انمو جا نه این چیز رو بینید که یک چیزی معجزه ناک است که در عقل انسان طور نمی‌بینه. این را بینید این یک چیزی هست که پیشرفت در اوج بلند ترقیات است. پیشرفت که اینجا به حد در اوج ترقیات است. نو بسه برنامون جنگ و نیروهایی که در مرز شده ایستاده در بین اوکراین و روسیه نو بسه برنامه نگاه نکرده. در اینجا صلح و آرامی تینج و ثبات رو امنیت رو بینید که چطور همه جا تینج و آرام هست. بیهوده نمیگه که دولتی روسیه دولتی ابرقدرت. خودتون دیدید چطور زیبا است. رفتیم این جای رو بینید که با قدرت خداوند بزرگ در بین بحر است. اینجا یک مینی شهر، یعنی که شهر که میدانی که است در بین سانت پترزبورگ و فنلاند، یعنی در بین سانت پترزبورگ فنلاند و سوئد جایگیر است. در خریطه شما میتونید نوشته کرانتنشتان اینجا رو میبینید چطور جای زیبا است. در همین جا اومده انسان ها همین طور زیبایی رو معجزه ها رو ساختند. قدرت خداوند رو بینید که در همین جا هم اومده همین چیزها رو ساختند. به حد معجزه ناک است. اینجا رو بینید رنگ همون ما فکر میکردم ما در همون یکم کینو باشم، یعنی که رنگ اکتر من به شما معلومات داده ایستاده باشم. نمیدونم ای خورسندی چی بگویم. شما اون وقت خورسندی مرا، اون وقت چیزی مرا، کیفیت مرا میفهمید که شما خودتون میبینید با چشمان خودتون این جایهای زیبا رو بینید. این رو بینید چطور زیبا است. این همش حقیقی است، یعنی که اسکوستونی نیست، ساختگی نیست. این حقیقی است همه. انا چشمه رو بینید چطور است. چشمه رو بینید چطور. این ماهی ها رو نمیگوید بینید. این ماهی ها رو بینید و این معجزه ها رو بینید. به حد ماشاءالله بهترین گپ ندارم.
решить, накрыл сильней. Рил трэшит, коль мой пом в планах, то всем нужен гид. Треты волной, пройти на хит. Кеты ногой, пусть кто-то растит. Треки в ушах, мы знаем, как жить. Молодый грув, молодый гуд, молодый свет, что в городу худ. Около тебя представляет мой голубый вверх. Голубь мой друг, я молодый грув, молодый гуд, молодый свет, что в городу худ. Около тебя представляет мой голубый вверх. Голубь мой друг, вверх, мы пылим только вверх. Мы будем делать треки, невзирая на наш смех. То, что мы делали для всех. Вверх, мы пылим только вверх. Мы будем делать треки, невзирая на наш смех. То, что мы делали для всех. Поджигай, я знаю, что тебя влечет. Я фантом, где ты сон, а где ты шайн. Освещает мой дом. Я не знаю, как треки лепятся за пультом. Подрываю на шаг и выхожу на балкон. Залечи душу, залечи лишу, где вторгтесь от души, دوستان عزیزان اینجا رو بینید که چطور جای فرهنگی و فراغتی هست. آدم‌ها در اینجا دام میگیرن و سیر سیاحت میکنن و جای تاریخی و جای تماشابینی بهترین جا است در میانه بحر سنت پترزبورگ. این رو بینید چطور آدم‌ها خرسند و خوشبخت هستند. اینجا آرزوی هر یک انسانی که میخواهد در حیات خودش رو همچون انسان تصور کند و در حیات میخواهد یک باری باشد هم در روز استراحتیش با گفته خودمون کیف کند. این رو بینید Треты волной, пройти на хит. Кеты ногой, пусть кто-то растит. Треки в ушах, мы знаем, как жить. Молодый грув, молодый гуд, молодый свет, что в городу худ. Около тебя представляет мой голубый вверх. Голубь мой друг, я молодый грув, молодый гуд, молодый свет, что в городу худ. Около тебя представляет мой голубый вверх. Голубь мой друг. Рил трэшит, коль мой пом в планах, то всем нужен гид. Треты волной, пройти на хит. دوستان عزیز در حقیقت اینجا یک جای معجزه‌ناک است. خودتان مرا بینید که انسان وقتی که میرفت خودش با چشم خودش میبیند این نگاه دیگر است. اینجا رو میبینید که چی هست. اینجا همه رسم‌های بندر یعنی که حیفایی که میمونن و نه چیزهایی که میمونن در آنجا هستن. این رو بینید که در کجا هستیم. اینجا فورت پیت امپراتور الکساندر. مو این رو بینید که اینجا کجا هستیم. ما در انمی گراند شتلات در انمی میانی بحر هستیم. برادران عزیز افسوس که ما در اینجا وقت ما اگر نیچی باید که دیگه ما بلیت دعوت نداریم. نیم ساعتی دیگر به ما وقت مانده است. برای ما نمیتونیم همه جایتون نشون بدیم. ما فاصله میکنیم قدر امکان و شما همون جایهای زیبایی که از خود ما هم در برابر خود ما هم میبینیم هم به شما نشون میدیم که شما را هم بینید. ای چشم ما گرچند که ناآمده باشیم ای چشم ما شما بینید. این شانس رو ما به شما میدیم. رفتیم دوستان. دوستان در اینجا کمتر توقف کردیم. همراه برادر ما یک کمتر کشته بودیم. توقف کردیم. این جای زیبا رو بینید که چطور معجزه‌ناک است و چطور منظره یک خداداد و حیرت آوری هستی.
اینو بینید رنگ یعنی شعرهای شاعر یعنی در بحر بیکناره عادی خلاصه یک چیز رو رسانیدن هم که به سهم انمو خیلی روی که از پشگاه میزنن میگن تو کار نمیکنی میگن تنوفکه میکنی رسیه کار رفتی یا سیر و گشت رفتی بس همه ما رسانیدن هستم که برادران عزیز شما که با چشم خود ندیده ایستادین یک کس رو از پسش گپ نزنیم ما کار رو هم کرده ایستادیم مشق رو هم کرده ایستادیم که به خدا تیاد اما چه بگم همه میتونه شما رو هم خیلی کنیم بیاییم هم کار کنیم هم خیف کنیم بگردیم دیگه ما یکم چی نمیگم شما ده خیلی گپ دارم به سهممون خیلی تیرم بسیار افسوس نکه خیلی افسوس کردیم چیکار میکنه گناهی مرا میرزونه نالاکی من راست به همون سوی هدف خدا میره گپی شما به گفتی مردم ها خودتان فهمیدون این دوستان عزیز من ما در انمی جا آمده قرار کردیم سیر سیاحتی ما هم به انجام رسید وقتی که ما انتخاب کرده بودیم به انجام رسید ایستاده است من 2 منوتی دیگر مونده که ما به در پایان میفرویم به نام کشتی در کاری خودمون میشنیم و به خانه خودمون میرویم ما چی گفتیم برادر دوستان انا همین جا بود سیر سیاحتی ما انا چی منظری زیبا و دقت جلب کننده و معجزه‌ناکی دارد این حالا یک ذره معجزه های خداوند هست که در یک جای دیگر در یک کنج گوشه یک خرد میدان در یک چت کنار رسی هست در جهان بسیار جای زیبا هست و بسیار چیزها هست مقصد گفتن من مقصد این همه این کانتنت من در چیست برادران عزیز ما در حیات یک بار زندگی میکنیم نباید همیشه در غم غصه باید قرار گیریم و اون چیزی که ما رو درجت میکند اون چیزی که ما رو میدارد از آن برآمده نتوانیم رنگ ریشه درخت در یک جا بسازیم نه ما در کار اومدیم مایلش کار میکنیم در غریبه هستیم مایلش غریب هستیم لیکن ما همیشه پابند یک جا نیستیم ما این خیلی نیست که فقط این فون ما علی شود و دل ما رنگ سنگ شود نه باید برای خودمون وقت یابیم چطور آدم هستیم که در حیات یک بار زندگی میکنیم اون چیزی که در دل ما نمیتونیم مایلش میدونم زندگی هر انسان هر گونه است یک شرط و شرایطی کردن تا که اون چیزی که در دل داریم بگذار نه همش 100% شود خجم 50%ش اون چیزی که آرزو داریم باید ما عملی کنیم ما باید حرکت کنیم بسیاری رو میدونم که ایپسی من غیبت میکنم هرچی بگم لیکن یک بار جهان رو با چشم من بینید یک بار من رنگ شما نیستم که در یک جا بشینم خیلی چی کنم خیلی یکون رازویتی نکنم یکون چی نکنم میدونم من رنگ دیگرها سون ندارم رنگ دیگرها در یکون جون نیستم یکون با یکون میلندی نیستم لیکن یک حیات دارم اون چیزی که دلم میخواهد بغیر از گناه همون کار رو میکنم من یک بار زندگی دارم آرزویی که دارم اون رو عملی میکنم و راه به سوی آرزویم همیشه حرکت میکنم باید همین طور زیست باید مرد باید این دنیا رفت در این دنیا باید ما یک نام و نشان مانیم که از خودمون بعد از سری ما بگویم که همین چیز ما یعنی که میراث ابدی ما این کانتنت هایی که من کرده ایستادم خدا انشالله جانمون زیاد کند عمرمون زیاد کند من انمی کانتنت هایی که در یوتیوب تاجیکستان هست این خیلی موتیواسیون خیلی چیزا روح بلند کنی هست این چیزا من دوام میدم باز حرکت میکنم و لیکن برادریز من گفتیتون رو گوش نمیکنم من یک حیات دارم یک بار چنان خیلی نشان میدم که بگذار غیبت کن گناه ما ریزد من به پیش روم راه به سوی آرزوها
میاد دوستان عزیز سیر و سیاحتی ما هم یک روز سیر و سیاحتی ما به کرانتنشتین موقع در مرزبون گرانیته روسیه و فنلاندی بود در اونجا در میانه بحر انمی سیر و گشت ما هم تمام شد ما در اینجا هستیم تا این دام بودم جنبر جمهوری تاجیکستان آید و مشقای موسیقی استریت ورکاوت مت فوتبال و مسئول آرزوها ادمینستراتوری چی گفتنی این بود یک روزه حیات فعالیتی ما و یک روزه سیر و سیاحتی ما در انمی زیبا منظری کرانتنشتین یا کرانتشن نمی خیلی چون تلافظ کرده نتونستم در اینجا بود که بهترین روز من جلد نمیکنم بهترین روز بود بهترین وقت بود و من توانستم که خودم رو همچون انسان تصور کرده برای خود وقت جدا کنم و خودم رو تنید کنم وقتم رو پریمیم رو تنید کنم و به این جاها بیارم خودم رو هم فکر کنم حیاتی شخصی خودم و کارهای شخصی خودم رو هم شما هم همین طور کار رو کنید این طور نیست که فقط در یک جا بشینید رنگ درخت یک جا روید یک جا بیایید کارخانه شده نمونید این رو گفتنی هم من نمیگم که هر روز بگردید سیر و سیاحت کنید کمی هم باشد همچون آدم همچون انسان همچون مخلوقات زنده بودنتان را تصور کنید برادران عزیز ما در حیات یک بار میویم چی بگم با سلامت باشین در پناه الله خدا نگهدار انا این بود سیر و سیاحتی ما هم رفتیم کشتی ما هم به سوی خانه خود ما رفته ایستاده است مثلا گذر بود خوب نیست که ما همین قدر کار میکنیم همین قدر حرکت میکنیم همین قدر جد و جهد میکنیم نیوژلی یک روز ما رو برای خودمون برای ویشنس خودمون برای خورسندی خودمون صرف کرده نتوانیم ما برای چی زندگی کرده ایستاده ایم یک بار می رو به خود تصور بدیم در حیات باز یک بار دیگر یک بار میویم چنانه زندگی کنیم که از این دنیا آمده که ما یک نام نشان نیک ماند و به حسرت از این دنیا نرویم انا این بود معنای سخنهای من شفشفی من شفتالش انا همین جا بود در پناه الله خدا نگهدار